همه مردم هنگام سختی ها به یاد الله می افتند. برخی از آنان در این حالت به یاد وی می افتند و اطاعتش می کنند. اما همین که سختی و مصیبت برطرف شد سرپیچی می کنند و او را به فراموشی می سپارند. اما برخی دیگر بر صلاح و توبه خود پایدار می مانند. یونس علیه السلام قوم خود را به ایمان فراخواند، اما قومش روی گردانی کردند و تکبر ورزیدند. یونس خشمگین شد و بر کشتی راه دریا را در پیش گرفت، اما کشتی در وسط دریا دچار مشکل شد و چون سنگین بود دانستند باید یکی از سرنشینان را به دریا بیاندازند. چند بار قرعه انداختند و هر بار قرعه به نام یونس علیه السلام می برآمد. او را به دریا انداختند و نهنگ او را بلعید و با خود به اعماق دریا برد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. یونس بود و همه تاریکی ها. به صدای اطراف خود گوش داد. صدای سنگریزه ها را شنید که در قعر دریا تسبیح الله را می گویند. اینجا بود که به خود آمد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. پس در تاریکی ها ندا زد که معبود به حق جز تو نیست. تو پاک و بی عیبی، همانا من از ستمگاران بودم. سخنانش درهای آسمان را کوبید و فرج نازل شد. این داستان یونس علیه السلام بود. اما یونس دوران ما میگوید: جوان بودم، فکر میکردم زندگی یعنی پول بسیار و رخت خواب نرم و موتر گران قیمت. روز جمعه بود. همراه با گروهی از دوستان کنار ساحل نشسته بودیم. طبق عادت گروه غافل بودیم. صدای حی علی الصلاة و حی علی الفلاح را شنیدیم. حي على الفلاح. قسم می‌خوردم در طول زندگی بارها صدای آذان را شنیده بودم، اما تا آن روز معنی کلمه فلاح یعنی رستگاری را نمی‌دانستم. شیطان چنان بر قلبم مهر کوبیده بود که آنگاه کلمات آذان برایم نامفهوم شده بودند. مردم دور و بر ما سجاده های خود را بر زمین فرش می کردند و برای نماز جمعه جمع می شدند. اما ما وسایل غواصی را آماده می کردیم تا با آب بازی برویم. لباس های من را پوشیدیم و وارد دریا شدیم. از ساحل دور شدیم و به وسط دریا رسیدیم. همه چیز خوب بود. سفر زیبا و با یادماندنی. اما ناگهان در اوج تفریح قسمت پلاستیکی لوله کپسول که غواص با دندان و دهان خود نگه می دارد و باعث می شود آب به داخل دهان نرود پاره شد. ناگهان آب شور وارد ریه هایم شد و به حال مرگ افتادم. ریه هایم هوا می خواستند، هر هوایی. ناگهان شروع کردم به دست و پا زدن. دریا تاریک بود و دوستانم از من دور بودند. دانستم در وضعیت خطرناکی هستم. ناگهان فیلم زندگیم از برابر چشمانم گذشت. با اولین نفسی که آب شور وارد ریه هایم شد دانستم چقدر ضعیفم. خداوند با چند قطره آب شور به من نشان داد که تنها او نیرومند و جبار است. دانستم که راه فرار نیست مگر به سوی الله. سعی می کردم از آب بیرون بیایم، اما در عمق بسیاری بودم. مشکلم این نبود که خواهم مرد.
مسئله این بود که چگونه و در چه حالی به دیدار الله متعال خواهم رفت. اگر بپرسد که در این مدت چه کاری کردی، چی بگویم؟ اگر مرا در مورد نماز محاسبه کند، چی بگویم؟ به یاد شهادتین افتادم. خواستم زندگیم با این کلمه پایان یابد. گفتم اشهد، اما گویا دست حلقم را می فشرد و نمی توانستم آن را بگویم. سعی کردم، تلاش کردم. اشهد، در دلم می گفتم پروردگارا مرا برگردان، خدایا مرا برگردان، فقط 1 ساعت، 1 دقیقه، 1 لحظه. اما هیهات هیهات، کم کم داشتم از هوش می رفتم. هیچ چیز را احساس نمی کردم. تاریکی عجیب همه جا را در بر گرفته بود و این آخرین چیزی بود که به یادم ماند. اما رحمت پروردگار وسیع‌تر از آن بود. ناگهان احساس کردم هوا به داخل شش‌هایم راه یافت. تاریکی از بین رفت. چشمانم را باز کردم. دیدم یکی از دوستانم لوله اکسیژن را داخل دهانم گذاشته و سعی می کند به هوشم بیاورد. هنوز داخل آب بودم. لبخند را بر چهره‌اش دیدم. فهمیدم حالم خوب است. آنگاه قلبم و زبانم و همه سلولهای بدنم فریاد زدند: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله والحمد لله. از آب بیرون آمدم، ولی نه آن کسی بودم که وارد آب شده بودم. نگاهم به زندگی تغییر کرد. هرچی روزهای زندگیم می گذشتند، بیشتر به الله نزدیک می شدم. راز وجودم را در این زندگی دانستم چرا اینجا هستم، چرا زنده‌ام. این سخن الله را به یاد آوردم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنیات و انسانها را نیافریدم مگر برای عبادت. درست است، بیهوده آفریدن نشده. روزها گذشت. 1 روز به یاد آن حادثه افتادم. به دریا رفتم. دوباره لباس شنا را پوشیدم. تنها وارد آب شدم و به همانجا در دل دریا رفتم و برای الله سجده‌ای کردم که یادم نمی آید در زندگیم چنان سجده‌ای کرده باشم. در جایی که گمان نمی کنم انسان بیش از من برای الله سجده کرده باشد. امیدوارم این مکان در روز قیامت به سود من شهادت دهد و الله مرا به سبب سجده‌ای در دل دریا مورد رحمت خود قرار دهد و وارد بهشت خود کند. آمین.